دست زدی به باسنش؟ مگه این حس داره؟ حس داره. درود به همتون بچه‌ها. خب کانال یوتیوبم و من با یه سبک جدید میخوام ادامه بدم و اینکه بیام و هر دفعه حالا با یه چالشی ویدیو بذارم، آموزشی باشه، اینجوری حالا فان باشه و خیلی چیزهای دیگه. امروز گذاشتم پایه رو بر این که چند وقت پیش من استوری کردم، گفتم که چه کاری تا حالا تو باشگاه کردین که باعث شده خجالت بکشید، مثلا از کاری ضایع شدید. و حالا خیلی از بچه‌ها فکر کنم 200 خورده این نفر برای من فرستادن این سری مطالب و من یه سری شبیه هم بود، یه سریاش حالا اونقدر خنده‌دار نبود و این داستانا زیاد خجالت آور نبود و من اومدم و چیز کردم، گلچین کردم چند تا از توش. خاطره خودم هم این وسطا بهتون میگم که حالا فکر نکنید فقط برای شما اتفاق میافته. خب بریم سر خاطره ها. فقط قبلش بچه‌ها برای دوستتون این ویدیوها رو بفرستید که من میذارم و اینکه حمایتم بکنید، کامنتاتون رو سعی کنید به فینگلیشی یا انگلیسی بفرستین، چون که برای یوتیوب مثلا اینکه مهمتر، بیشتر بهش اهمیت میده. و دکمه زنگوله رو بزنید. من هر وقت پست گذاشتم ببینید چه آموزشی گذاشتم، چه به این شکل گذاشتم، چه شورت گذاشتم، ویدیوهای کوتاه گذاشتم و حالا هر چیزی مطلع بشید و مرسی که دنبال میکنید و اینکه کلی ازتون انرژی گرفتم تو اینستاگرام تو این چند وقت اخیر، تو این 2 سال اخیر و از این به بعد تو یوتیوب هم باهاتون همراه هم و کنار هم میریم جلو. خب بچه‌ها بریم سر خاطره اول. خب میخوام ببینیم که چه کاری کردید تو باشگاه، احساس خجالت کشیدید، اسکای ضایع شدید یا هر چیزی. اسمارم نمیگم، راستی اسمارم نمیگم، شاید دختر پسرش رو بگم. سلام آقا، بیادبی میشه. یه بار داشتم اسکات میزدم، خیلی سنگین بود، رفیقم یار کمکی بود، همچین چیز کرده بنده خدا، معده است دیگه، و اینکه انقدر فلان زدم که لرزید. حالا اون طرف داشته به این کمک میداده اسکات، چیکار کردی که اونو لرزوندی؟ با خیلی آره آقا، یه چیزی از الان بهتون میگم، از این زیاد داریم. یعنی اینکه تو باشگاه طرف نتونه سال خوشون کنترل بکنه، اتفاقی افتاده، حالا یا صدا یا بو دیگه زیاد بوده دیگه. من بعضیاشو برداشتم، ازشو بر نداشتم. آره داشته اسکات میزده، نمیدونم چجوری بوده طرف لرزیده. بریم نفر بعدی. نفر بعدی. روز اول وارد یه باشگاه بزرگ شدم، با یه دختر در حال پرسپا، گفتم اشتباهه. بعدا فهمیدم این مربی خفن باشگاه بوده، خیلی بد شد. نه خیلی هم بد نشد و اینکه احتمال داره طرف مربی بوده و حالا اشتباه هم میزده. حالا خانوم ها چند سال وارد بدنسازی شدن به صورت حرفه‌ای عیبی نداره. حالا یه مربی هم اشتباه، شاید منم فردا روزی یه چیزی رو اصلا مثلا دارم 28 ساله دارم تمرین میکنم یه اشتباه بزنم، حالا زیاد مهم نیستش که ناراحت بشی که بهش گفتی. حالا اگر اون داشته درست میذاره تو اشتباه گفتی، اونجا زایی شدی. خب بعدی. رو دستگاه پرسپا بالا آوردم. تل چی خورده بودی؟ این واسه من خیلی مهمه. تو اسکات من دیدم بودم کسی بالا بیاره، توی پرسپا ندیده بودم. و اینکه بعدی. سلام، داشتم دیپ رو بدون دستگاه روی پاهام، دیپ بین نیمکت رو میگن بچه‌ها، که دستتون رو میگیرید نیمکت پشتی، پاتون هم میذارید نیمکت جلویی. وزنای 20 کیلویی رو پام بود. رفیقم اومد شوخی کنه، افتاد رو پای کناریمون، پاره شد. معمولا باید لهش پاره شده چرا؟ مگه تیز بوده وزنت؟ خیلی جالبه. پاره شد. هنوزم سواله برام چرا. میگه چیه بجز دیگه چه کاری خجالت داره؟ من یه بار اما دست خودم نبود، وزنها سنگین بود. برای هیچ کی دست خودش نیستش. بهتون گفتم از اینا زیاده. از روی تردمیل پرت شدم ولی خدا رو شکر هیچ کی تو باشگاه نبود. یعنی چی؟ باشگاه شخصی بوده؟ خب اتفاقا کسی بود که به نفعت بود که موقع می‌خواستی آسیب ببینی، حالا یکی بود کمکت کنه، چه میدونم اگرم آسیب می‌دیدی سر جمعت کنه، اتفاقی بیفته با کارتکی چیزی جمعت کنه. خب بعدی. اومدم اسکات سومو بزنم، لگم از پشت جر خورد و من همچنان در حال اسکات مونده بودم. الان مونده بودم چه غلطی بکنم. تو حالت اسکات مونده بوده چه غلطی بکنه، هیچی، ادامه بده. حالا پشت سریاتم خب فیز میبرن دیگه. این خانم بودا. حالا خانومای دیگه نمیدونم فیز میبرن یا نه. بعدی. داشتم دراز نشست میرفتم که آقا چقدر تو دراز نشست چجوری دیگه و اینکه بچه ها قبلش نمیدونم سرویس بریم.
بعدی یک بار تو باشگاه رفتم دستشویی، اونجا خیلی شلوغ بود، همه داشتن تمرین میکردن، یه صدای بلند از یه جام در اومد بیرون، چون اشاره نکردی به کجاست، یعنی از کجا اومده بیرون، شاید حالا زیاد چیز نباشه، مهم نباشه، ولی خب چجوری بوده؟ الان برای من سوال اینجاست که تو باشگاه موزیک هست، صدای وزنه هست، صدای تو چجوری بوده که غالب شده؟ غالب شده بر همه چیه باشگاه. حالا بستگی داره باشگاه چند متر بوده. با گوشی حرف میزدم، حواسم نبود و داشتم سرپا ادرار مینمودم، اینجوری بگم بهتره. در رو نبسته بودم، همه میگفتن ایول پهلوون. مگه آدم عادی نمیتونن ادرار کنن؟ حالا چون سرپا بودی گفتن، یعنی رو پاهات وایسادی و نمیدونم. چرا پهلوونش چی بوده؟ احتمالاً حالا رفتارهای دیگه مثلا خوب بوده، یا مثلا یه پهلوانی بوده رفتارت، حالا اینجا من گفتم به به پهلوون میشین فلان. بعدی یکی رو مسگری بود، فکر کردم دوستمه، محکم زدم به باسنش، برگشت دیدم یکی دیگه است، آب شدم. حالا به این که یکی دیگه است من کاری ندارم، ولی خب برای چی دست به دوستت زدی؟ حالا چه فرق میکنه؟ تو دست زدی الان به باسن یکی، دوستت یا یکی دیگه، حالا چیکار داری به باسن اینو؟ و اینکه این خانم بوده بچه‌ها، اینم بهتون بگم، دست زدی به باسنش. مگه این حس داره؟ حس داره، مثلا این گرما رو حس میکنم، ولی مثلا رو شلوار دست بزنی به باسن یکی چه حسی داره؟ بعد از یه مدت دوباره رفتم بدنسازی، سر همون تایم سابق رفتم تو سالن، مثلا قبلا ساعت مثلا 12 ظهر میرفته، سرمو که بالا آوردم دیدم همه جیغ میزنن. تایم بانوان رفتم تو. یه مدت نرفته بوده، تایم بانوان خورد اومده بوده تو تایم آقایون تایمشون کوتاه‌تر کرده بودن، این رفته توی خانوم ها. چجوریه؟ مگه چیز نداشته؟ مگه اون پذیرش نبوده؟ پذیرش هم ندیدی؟ و معمولا باشگاه خانوما وقتی خانم قسمت ببخشید باشگاه میشه بانوان صبح تا حالا هر تایمی یه پرده‌ای میزنن، یعنی چی؟ من متوجه نمیشم. راست بگید بچه‌ها. اومدم از روی میز لاری میله ایزد رو بردارم. ایزد بچه‌ها اینه که همه بهش میگن میله لاری، نه بهش میگن میله ایزد که این دوستمون درست میگه. سنگین بود و از پشت میز منو با 100 کیلو وزن کشید پایین، سر و بالاتنه پایین، دو تا پاها بالا. این مثلا من اینجا میام اینجوری لاری بزنم، اینجوری رفته پایین، اینجوری لنگاش رفته بالا، سرش رفته پایین. خب اینم جالب. خجالت میکشم بعضی خانم ها تو باشگاه چشمشون رو باسن خوش فرم منه، نگاهشون هیز، احساسی بدی بهم دست میده. خب تو چرا اونجوری میپوشی که باسنت معلوم شه؟ حالا یا لگی میپوشی، چیزی میپوشی دیگه، بعد داری میپوشی که نشون بدی. برای چی احساس بدی بهت دست میده؟ باید احساس خوبی بهت دست بده. یا نپوش، نشون نده، یا اگه نشون دادی دیگه خانومن دیگه، خانوم داره نگاه میکنه، احساس بدی بهت دست میده. من یادمه ما بچه بودیم، من 13 آبان تهران زندگی میکردم بچه‌ها، همون عمومی برای خانوما بود، همه لخ بودن. یه بار من رفتم چیز کردم، رفتم نمیدونم کنجکاوی کردم، نمیدونستم این تو هموم خانوماست، پرده رو زدم که ببینم تو چه خبری، دیدم همه لختن. بعد خود شما یالا لیک تنت بوده، شلوارکی تنت بوده، چیزی بوده دیگه، احساس بچه با راحت باش بابا. داشتم رد میشدم، پشت مسئول باشگاه به همون بود، زدم پشتش، وقتی برگشت آب شدم از خجالت. شوخی نداشتم باش. تو هم زدی پشتش؟ منظور پایین تنه است؟ خب حالا مثلا اون نبود یکی دیگه بود، خجالت نمیکشیدی؟ مسئول باشگاه دیگه، اگه مسئول باشگاه دل نداره. به جای اینکه آب بطری رو بردارم، ببخشید، به جای اینکه بطری آب رو بردارم، آب بطری رو بردارم، به جای اینکه بطری آب رو بردارم آب بخورم، بادی اسپلش رو گذاشتم دهنم. بادی اسپلش که خب شبیه اسپری دیگه، درسته؟ این چی جوری کردی دهنت؟ من هر چی دارم تجسم میکنم نمیدونم چیکار کردی. بادی اسپلش رو گذاشتی دهنت دیگه، با خودتون قضاوت. آها، این یه بار داشتم آمادگی جسمانی خانوما رو تمرین میدادم، اون تایم موزیکمون مشکل پیدا کرد. بچه هم که این داستان همه موزیکا قطع بوده. منم جوگیر شده بودم، با شمارش تمرینات سخت و پرفشاری میدادم بهشون. بنده خدا یه خانومه بدجور فکر کنم بهش فشار اومد، ناجور ها، اینم نوشته و خوشم خنده گذاشته. خب فشار آوردی به خانومه،
توقع دارید چی بشه؟ خب موزیک رو زیاد کنید که اگه فشار آوردین اتفاق افتاد بنده خدا خجالت کشیده دیگه. کلاس هم گروهی بوده. وای خیلی زایه است. نمیتونم تصور بکنم. من همه پیش اومده. شوخی کردم، نمیتونم تصور بکنم. پا داشتم، منو جو گرفت، 200 کیلو پا زدم. دقیقا همون لحظه باز موزیک قطع شد، صدای گه همه جا پیچید. آقا این موزیک باشگاه رو چرا هماهنگ نمی‌کنن با بچه‌ها؟ ببینید طرف اگر مثلا معده‌ش چیزی هست و اینا، موزیک رو زیاد کنین بنده خدا اذیت نشه، خجالت نکشه. مشکل از باشگاه و مدیریته. موزیک باشگاه درست باشه شما خجالت نخواهید کشید. نمیدونستم رو میز شیبدار باید پاهام رو زیر بالشتک بذارم. دیدید که میخواید زیر شکم میخواید زیر سینه بزنید یا اینکه میخواید مثلا شکم بزنید رو میز شیبدار، باید پاتون اینجوری قلاب کنید. قلاب نکرده و اینکه سر خورده رفته پایین با سر و خودش هم قش کرده از خنده. حالا تصور کنید خندتون میگیره. مثلا تصور کنید تو باشگاه یکی دراز بکشه و ویش بره رو زمین، اونجوری خندتون میگیره. وقتی ترنس باشی، ترنس که میدونید یعنی چی دیگه بچه. حالا یا پسرایی که دوست دارن دختر باشن یا دخترایی که دوست دارن پسر باشن و اون دختره یه ذره حالتای پسرانه داره، رفتاراش اینجوریه، و اینکه پسره یه ذره حالتای حالا دخترانه داره. بعضیا دوست دارن لباس دخترانه بپوشن، آرایش کنن. اینا رو این دوستانمون رو بهشون میگن ترنس. حالا اکثریت میدونید، برای اونایی که نمیدونن گفتم. بعد میگه وقتی ترنس باشی، باشگاه زنانه که راش نمیدن به خاطر اسم مردونه. باشگاه مردونه هم که خجالته. آره واقعا سخته. خنده‌دار نبود چون که یه حقیقت تلخه. من روز آخر سال تو باشگاه یه سوتی دادم که کلی خندیدیم. یه هایی گفتم بچه‌ها امیدوارم سال 1300 و 403 سال خوبی باشه واسه همتون. این 1300 خیلی میکشه از دهنمون بیفته. من خودم هم همینجوری هستم، فقط اینکه قبلش یه ذره مزه میکنم، میگم که سوتی نمیدم، حواسم هست 1300 1400 چیم، بعد میگمش. توپق میزنم ولی نمیگم، سعی میکنم که نمیخوام زاهیشم، فرار میکنم از زاهی شدن. خب چند سال پیش تو باشگاه یه خانم خیلی چاق بود، اومد یه حرکت بزنه بیب، یکی در رفت ازش. اینا داستان همون گیه است. بابا موزیک رو زیاد کنید، من نمیفهمم. این موزیک باشگاه رو زیاد کنید. بابا مردم باید خجالت بکشن دست شما. من شنیدم ولی بروش نیاوردم دیگه، هم نیومد یارو. حق داشته. اگه نیومده حق داشته. خب یکی از شاگردام خشتک شلوارش پاره شده بود، متوجه هم نبود. رسیدیم آخر تمرین حرکات کششی، گفتم بخواب پاهاتو باز کن. پاهاشو باز کرد، من دیگه خودم اون نشد. نمیدونم لامصب چرا انقدر حس نداشت، یعنی نمیفهمید هوا میره تو. آره دیگه اگه عرقم کرده باشه هوا بره قشنگ خنک میشه، احساس خنکی دست میده به آدم. بعد میفهمیده. تردمیل میزدم خسته شدم اومدم پایین. اومدم پایین چیه؟ تردمیل میزدم خسته شدم اومدم کمش کنم، پرتم کرد پایین. دوباره رفتم بالا، دوباره پرت شدم. بعد مثل این که بچه‌ها گزارش دادن این بنده خدا هنوز داره پرت میشه، یعنی از این مسیجم که داده اینو در حال پرت شدن بوده، هنوز در حال پرت شدنه. تردمیلم روشنه دیگه، مگه اینکه برق بره، مثلا برقی چیزی بره این دیگه سر جاش وایسه. من تو تمرین اشتباهی در حین ورزش دستم اشتباهی خورد به بشکه یه نفر و انداختم شکست. خیلی بشکه چقدر آب میخورم اگه با بشکه آب آورده؟ با بشکه منظور اگه ظرف آبه، خب افتاده شکسته دیگه. برای من هم اتفاق افتاد، انقدر ظرف آب اینو انداختم بشکه، ولی نه. میگه والا خودم که نه، ولی تو کلاس انعطاف پذیری یکی از بچه‌ها ازش بیب در رفت. 1 ساعت خندیدیم بهش. دیدید 70% همینه. 70% بیب گت. بعدم این که انعطاف پذیریش کم بوده. 10 ساله بدنسازی کار میکنم. پارسال تو باشگاه خواستم هیپ تراست بزنم، همون پل باستن. یهو میز در رفت جلو 10 نفر، پهن شدم رو زمین. اصلا انتظار نداشتن. برای همه اتفاق میفته بچه‌ها، ولی من میخندم. یعنی جلوی من یه اتفاق بیفته من میخندم، کمکم میکنم بعدشا، ولی نمیتونم اولش هم جلوی خنده‌مو بگیرم. طبیعیه دیگه، منم افتادم بخندید. یه موقع پرسپا وقتی موزیک قطع شده بود،
من دیگه از شما خورده نمیگیرم، خنده دارم نیست. واقعا باید رسیدگی بشه موزیک باشگاه، همیشه قطع میشه، نمیدونم چرا. شما هم یه ذره کمتر دیگه میرید باشگاه دیگه، جا دیگه نیست، دستشویی دارد، خیابون، تو ماشین، جای خلوت. هر چی تو برنامه نوشته بودیم با هالتر بزن، من بهش برنامه دادم، نوشتم مثلا هالتر، مثلا پرسینه هالتر، منم با هالتر خالی بدون وزنه انجام دادم. فکر می‌کرده من نوشتم هالتر منظورم اینه که فقط با هالتر خالی بزنه. اب نداره، چند وقت دیگه مثلا 1 سال بعد مثلا داری آموزش میدی، آره اینجوری نزن اونجوری بزن. یادته با هالتر خالی میزدی، فکر می‌کردی بعد نوشتم هالتر بعد هالتر بزنی، فقط نباید بهش صفحه اضافه کنی، اصلا نباید اضافه کنی، اسکات میزنی بزن. داداش رفتم زیر پرس دیگه برنگشتم. اومدن درم آوردن. این دیگه برنگشتمش باحال بود. این حالا اتفاقی که برای خیلی‌ها میفته، برای خود منم چند سال پیش هالتر افتاد روی سینم، 100 کیلو هم بود و افتاد این فنر، برگشت و انداختمش، ولی این دیگه گیر کرده اومدن درش آوردن. این گفتارش خیلی جالب بود. خب بچه‌ها این چند تا رو من گلچین کرده بودم، حالا یه دونه من بهتون از خودم بگم که ببینید اتفاق برای همه میفته دیگه. یه بار حالا به خاطره خودم گوش کنید، یه بار من تو پادگان بودم، سال 81 بود، سال 81 بود، تو فرودگاه مهرآباد من خدمت میکردم. اونجا یه ستاد بزرگی بود، حالا من اونجا سرباز بودیم دیگه، سربازی اجباریه و اینکه ولی باشگاه بزرگی داشت، خیلی باشگاه بزرگی داشتش. بعد ما با بچه ها تو حیاط داشتیم شوخی میکردیم، من خوردم به یه جایی شیر آب رو دیوار بود، یعنی رفتم عقب، بعد این باسنم محکم خورد به شیر آب، انقدر این درد میکرد که نگو. 2 ساعت بعدش رفتم باشگاه، دیدم هیچکی نیست، من حتی چراغا رو خودم اینجوری پشت چیز بود زدم، چراغا روشن شد، روز بود ولی خب نیاز بود یه چراغی هم باز روشن شه. بعد گفتم برم ببینم این چی شده، تنها جایی که آینه بود اونجا بود، شلوارم کشیدم با این نگاه کنم ببینم چی شده. یادم که میگه آقای ورزشکار برگشت شدم نونوای اون پادگان و ستادی که توش بودیم داره تمرین میکنه و داره منو نگاه میکنه، نگو من اصلا اینو ندیدم. آقا ما برای اینکه ضایع نشیم گفتم آره اینجوری خورده به شیر و اینا، رفتم به اونم داشتم نشون میدادم، کشیدم پایین میگم که جاش کبود شده، گفت نه چیزی نشده برو. این خیلی بدترین ضایع شدن من بود، فکر کن دیگه این خیلی ضایع بود دیگه. خب بچه‌ها حالا ما هر دفعه یه برنامه میچینیم، یه جوری حالا سعی میکنم که هم آموزش باشه، هم فان باشه، هم حالا اطلاع رسانی در مورد موارد دیگه هم باشه بچه‌ها. یعنی شاید بعضی وقتا شما لحاظ روحی نیاز داشته باشین یکی راهنماییتون بکنه در زمینه ورزش و تغذیه ها، متوجهین؟ من هر چیزی که اینجا بگم، حتی اگه فان بگم یا حتی در مورد زندگی بگم، ورزش و تغذیه میاد جزوش، مگه میشه نباشه؟ ورزش که یه چیزیه که شما بالاخره به تحرک نیاز داری برای بقا، متوجهی؟ تغذیه هم که برای سلامتی، برای رشد، برای هر چیزی، اصلا برای رفع گرسنگی تغذیه لازمه. ولی اینکه در چه راستایی باشن، چه جوری باشن و اینا، در موردش من خیلی میخوام صحبت بکنم. یوتیوب هم که دیگه دستمون باز و زمان هست و اگر شما حوصله بذارید، منم سعی میکنم حوصله سربر نباشه، البته برنامه‌ای که میچینم حوصله بذارید، خیلی چیزا دارم که ارائه بدم. خیلی خوشحال میشم همیشه منو پیگیری کنید. مطمئن باشید که وقتی که شما منو حمایت میکنید، چه توی اینستاگرام چه توی یوتیوب، من خیلی انرژی میگیرم و اصلا این انرژی باعث میشه که من برای برنامه بعدی اصلا خیلی میدونید با انرژی بیشتر، با شوق و ذوق بیشتر خودم آماده بکنم و برنامه‌های خوب براتون درست بکنم. و اینکه اگر آموزشیه واقعا یه چیز به درد بخور باشه، اگر فان ورزشیه یه چیز به درد بخور به کارتون بیاد دیگه. خلاصه اینکه حالتون رو خوب کنه، چون حال خوب شما آرزوی منه و اینکه مطمئنا کنار هم حال هم خوب میکنیم و هم دیگه انرژی هم میدیم. مرسی که رو دنبال میکنید. پس مهندس بدن آرتا رو دنبال کنید تو اینستاگرام، تو یوتیوب و بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم دیگه. مرسی از همتون، میبوسمتون.